کسایی که میگن که اگر امریکا نباشه در افغانستان باز افغانستان از گشنگی میمیره، آیا به صفت رزاق الله باور دارن؟ نه. باز بگو اینجا باز که ملائکه پرسان کرد باز فهمیده میشه صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتاده بینید سزای خویش. حالا اگه برش گفته شد باز فلسفه میگه، منطق میگه. شما منطقتان ضعیف است، شما دلایلتان کناتور نیست. دین یعنی نظام اعتقادی، دین یعنی نظام عبادتی، دین یعنی نظام اخلاقی، دین یعنی نظام اجتماعی، دین یعنی نظام خانواده، دین یعنی نظام اقتصاد، دین یعنی نظام سیاسی. باز کسایی که امروز میگه که دین ما جدا میسازیم، دین اینجا باشه سیاست اینجا باشه. دین در مسجد، سیاست از لینن، سیاست از ژان ژاک روسو، سیاست از سارتر، سیاست از گفته های مارکس، سیاست از دموکراسی و حکومت مردم توسط مردم برای مردم. باز در اینجا الله ملائکه برش میگه که و ما دینک. وقتی مسلمان است بغیر از شریعت الله در هیچ حزب سیاسی الحادی داخل نشده، در هیچ حزب قومی که ضد دین اسلام از داخل نشده، در هیچ فکر و اندیشی که فلاسفه الحادی به خاطر مخالفت با اسلام و دین او را ایجاد کرده در او داخل نشده. باز در این صورت میگه که جواب میگه که دینی الاسلام، دین ما اسلام بود. الحمدلله. اگر رهبر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته باشه، ما یک مسلمان الله باش رهبر معلوم کرده. یکی رفت احمد رهبر خود گرفت، یکی محمود گرفت، یکی کلبی گرفت، یکی مقصود گرفت. غربی ها دیدن که یا رهبر پرست هستن، آمدن رهبرها سرمایه گذاری کردن. رهبر وقتی که یک بکس دلار دادن دیشی خودت شورنگ داد که نه نمونه شد بکس دلار، یا کمک دیگه 3 بکس دلار، 4 بکس دلار. وقتی که تیاری پر از دلار برش نشان داد ایمانش رفت. شاگردایشان چون الله پرست نبودن مخلوق پرست بودن، باز میگه که امیر رهبر ما رهبر گرفتیم، اگر کتی جهاد کو تا پشتش جهاد میکنیم، اگر کت روس معاهده که کتش روس، اگر کت امریکا رفت کتش امریکا. ما رهبر ما را تایید کردیم، بازی رهبرش در روز آخرت پرسابش میکنید امیر رهبرت بود، برو از پشت سر